حضرت عایشه مادر میفرمایند که روز جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیدم که بسیار وقتش خوش است، بسیار یعنی خوشحال و خرسند است. بعد از آن گفتم که یا رسول الله در حق من دعا کن. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که ای پروردگار، عایشه را گناههای آشکار و پنهان، گناههای کرده و ناکرده، همه گناهاش ای پروردگار ببخش. میگه چقدر دعای زیبای جناب پیغمبر در حق من کرد. از که عایشه مادر میگه من از خرسندی میگه خود من در آغوش جناب پیغمبر یعنی انداختم، پرتافتم خود من در آغوش جناب پیغمبر. جناب پیغمبر گفت ای عایشه اینقدر خرسند شدی، اینقدر شاد شدی؟ از که عایشه مادر میگه گفتم یا رسول الله چقدر و چه خاطر من شاد نشوم؟ چه دعای زیبای در حق من کردی؟ چقدر دعای زیبا در حقم کردی و چه خاطر خوشحال نشوم؟ جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که این دعای هست که بعد از هر نماز من در حق تمام امتام این دعا را میکنم.